خاطرات دور اغلب شیرینند و یادآوری جمعیشان بسیار لذت بخش. حتی گاهی سختی هایی که در گذشته برای اتمامشان لحظه شماری می کردیم در قاب خاطره دیدنی و گوارا می شوند. آخه خاطرات بخشی از هویت و روح جمعی ما هستند. گویا خاطرات گنج‌هایی در ژرفای وجود ما و در انتظار کشف و تراوت بخشی به امروزمان هستند. اصلاً کاش کتاب‌های تاریخ را شبیه خاطرات می‌نوشتند که اگر چنین بود خواندنشان جذاب و دوست داشتنی می‌شد. مثل ورق زدن آلبوم خانوادگی و تشریح ماجرای هر عکس، مثل خواندن کتاب‌های فارسی دوران ابتدایی، مثل میهمانی همکلاسی‌های قدیمی بعد از 30، 40 و حتی 50 سال. برداشتن غبار زمان از موزه خاطرات به مثابه سفری اکتشافی برای یافتن حال خوب دانستن، افتخار کردن و بالیدن است. و این بود که طاووس خاطرات ما را به هندوستان، شهر زیبا، سبز و تاریخی دهلی رساند. شهری که آن را دلهی هم تلفظ می کند و زمانی به شهر مساجد شهرت داشت. شهر بناهای تاریخی و باشکوهی مانند مسجد جامع و قلعه سرخ یادگار شاه جهان، قطب منار یادگار قطب الدین آیبک، مقبره همایون یادگار حمید بانو بیگم همسر ایرانی همایون و بناهای جدید و زیبایی مانند معبد آکشاردام و سازه دروازه هند یا ایندیا گیت. شهر امیر خسرو دهلوی، شاعر بزرگ و صاحب سبک پارسیگو و هنرمندان و ادیبان بسیار و اهالی فرهنگ، از جمله یک خبرنگار دوست داشتنی به نام شمشاد حسین کاظمی از نسل امام موسی کاظم علیه السلام. او متولد 25 دی ماه 1338 یا 16 ژانویه 1960 میلادی در خانواده فرهنگی تحصیل کرده و ضد استعمار در شهر تاریخی پتنا است. پدر بزرگش سید خورشید حسنین وکیل خوشنام و از یاران مهاتما گاندی رهبر فقید هند و همرزم راجندرا پراساد اولین رئیس جمهور هند در مبارزات استقلال این کشور بود. رفت آمد خانوادگی با تاجری ایرانی در بنگال غربی او را با زبان فارسی آشنا کرد. همین رو بررسی می کردم. من هر جا که رفتم چند تا سایت رو چک کردم و مثل این که به نظر می رسه که این فیک نیوز هست. هنوز اعلام نشده، رسما باید اعلام بشه که چی هست. اوایل سال 1358 هجری شمسی یا 1979 میلادی برای تحصیل در رشته اقتصاد وارد دانشگاه علیگرد شد. دانشگاهی که حلقه اتصال خاطرات ما و اوست. دست روزگار، علاقه و البته صدای خوب او را نمکگیر خبر و دلبسته رسانه و کمی هم بازیگری کرده است. دکن کرن اگر اجازت हो दिल को लगती है दिलरुबा की अदा दिल को लगती है दिलरुबा की अदा जी में बसती है. در
کالکاته ما 2 تا خونه داشتیم. یکی خودمون ما زندگی میکردیم، یک خونه در امیرعلی اونیو بوده، خیابان امیرعلی. اونجا بود یک خونه بود که یک فامیلی ایرانی اونجا مستاجر بود، آقای بیات، یحیی بیات، اینا اونجا بودن. اینا خانم چیز بود، ستاره خانم که در سطح گسترده عزاداری برگزار میکرد. ما اونجا میرفتیم، من خیلی کودک بودم، اونجا میرفتم، مرا میگفتند که شما ربایی بخونید. من ربایی میخوندم، چند تا ربایی فارسی به من یاد داده بود. شاه است حسین، بادشاه است حسین، دین هست حسین، دین پناه هست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنای لا اله است حسین. این من اولین بار از اون خانم ایرانی یاد گرفته بودم. بعد معلوم شد که این معین الدین چشتی این قطعه رو چیز کرده بود. بعد من اولین بار با ایشون آشنا شدم، ایرانی، خانواده ایرانی که رفت و آمد ما زیاد داشتیم. اما درباره ایران، اینا تاجر بودن، تجارت میکردن از اینجا به ایران. ما یک ارتباط بسیار خوب و صمیمی داشتیم، از معلوم خیلی خیلی خوب بودن اینا. اولین بار من با ایران یا ایرانی‌ها آشنا شدم به عمر شاید 3-4 سال بوده، بیشتر نبود، 3-4 سال. اما تونستم صحبت کنم. منبر برو بر سر منبر یه چیزی بخونید. در جمع زنان هم میرفتم، کودک بودم، اونجا میرفتم چیزی میخوندم، ربایی میخوندم، قطعات میخوندم. وقتی که کلاس 9 رسیدم فارسی رو انتخاب کردم، یک به عنوان یک نصاب که اجباری نبوده، هر کسی میخواست بخونه. به جای مثلا دوستان هندو سانسکریت میخوندن، من ترجیح دادم که فارسی بخونم، چون فارسی بسیار نزدیک هست، یعنی اردو بسیار نزدیک است با فارسی، خیلی نزدیک است. من خود علاقه داشتم که فارسی بخونم. بعد 9م، 10م، 11م خوندم. بیشتر دستور زبان فارسی تدریس میشد، صحبت نمی کردیم. ما فقط حتی معلم که تو کلاس می اومدن صحبت به زبان فارسی صحبت نمی کردن، اردو صحبت می کردن و میگن اینجوری بخونید و حفظ کنید. اون رو با دستور رو حفظ کردیم. آمدم، آمدیم، آمد، آمدیم، آمدیم، آمدند. بعد که دیگه دانشگاه، مرحله دانشگاه، بعد دانشگاه علیگرد اسلامی اومدم، اونجا ثبت نام کردم. قبل از این که ثبت نام کنم در دانشگاه اومده بودم و همراه یکی از دوستان زندگی میکردم و تلاش میکردم که اینجا ثبت نام بشه. یک چیز به من یاد اومده که 3 نفر ایرانی بازیکنان فوتبال بودن که جزو تیم دانشگاه فوتبال بودن. این 3 نفر بودن، کاملا اسم من نمیدونم، ولی دوستان من یک هست، آقای رضا، که در اون تیم جزو اون تیم بوده. الو، آقای رضا، شمشاد کاظمی هستم، به جای آوردی؟ خیلی ممنون، خیلی ممنون. بله، چند روز پیش به شما زنگ زده بودم ولی خیلی مشغول بودی، زیاد صحبت نشده. حالا میخواستم دوباره شما را زحمت بدم و بپرسم. همون زمانی که شما علیگرد بودی، منم بودم، هم عصر بودیم ما. شما فوتبال را بازی میکردی. بله، شما میخواستم با شما بپرسم، این 3 دوستان ایرانی شما که تو تیم بودن، آقای خبازی، آقای مجید و یکی دیگر بودن،
اینها چقدر جالب. 3 فوتبالیست حرفه‌ای به نام‌های خبازی، جمشید و مجید در سال 58 همزمان با تحصیل در تیم دانشگاه درخشیدند و دانشگاه علیگر رو صدرنشین دانشگاه هندوستان کردند. امیدوارم بتونیم از مهندس رضا اطلاعات دقیق‌تری بگیریم و رد و نشونه‌ای از اونها پیدا کنیم. باید ببینیم خبرنگار خوش صحبتمون دیگه از اون زمان چی به خاطر میاره. انقلاب اسلامی ایران پیروز شده بود. بعد که البته در پتنا هم دوستان بودن که در دانشگاه درس می‌خوندن، همه طرفدار انقلاب اسلامی بودن و تبلیغ می‌کردن که این انقلاب چجوری برگزار شده، چجوری برپا شد انقلاب و چجوری قیام کردن مردم، چجوری، یعنی خیلی چیز بوده. زیاد اطلاع نداشتم، فقط این که انقلاب شد، دولت پادشاهی 2500 سال سقوط کرده، یک دولت اسلامی روی کار اومده به رهبری امام خمینی. امام خمینی را ما از قبل می شناختیم که زمانی که ایشون تو پاریس بودن یا جای دیگه تبعید بودن. وقتی که علیگرد اومدم و در تلاش چیز بودم که ثبت نام بشم در این دانشگاه، اون موقع دیدم که 2 گروه داره ایرانی. یک گروه مخالف انقلاب هست، یک گروه بزرگ اونم موافق انقلاب هستند. بعد من گفتم اینجوری چجوری وضعیت هست که من تو پتنا ندیدم، چرا اینها مخالفن؟ گفت که اینها کسانی هستند که طرفداری میکنن از پادشاهی، یعنی دولت قبلی، اینا طرفدار چیز هستند. اینها کسانی هستند که طرفدار امام خمینی هستند، طرفدار انقلاب هستند. دیدم که اینها شب و روز درگیر هم می شدند، تو بازار، حتی تو خوابگاه یک حمله می شد. بعد من خیلی تعجب می کردم که چرا اینها با هم می جنگن، اینا باید چیز کردن، قیام کردن، باید یک باشن. بعد مطلع شدم که نه، اینجوری هست که برخی هستن که هنوز طرفدار چیز هستن و بیشتر تعداد زیادی کسانی بودن که از انقلاب و امام خمینی حمایت میکردن. بعد این اختلافات حادتر شد و به درگیری منجر شد. با هم درگیر می شدن در خیابان ها، در بازار ها، حتی در خوابگاه ها. اینا با هم درگیر شدن و شنیدم که 1-2 نفر کشته شده بود. چه کسی حمله کردن، چه کسی کشته شدن، این دقیق اطلاع ندارم. تمام موافقین، دانشجویانی که موافقین طرفدار انقلاب بودند، اینها روبروی منزل رئیس دانشگاه به تحصل نشستند که این چند نفر که اخراج شدن این رو باید پس بگیرید. دیگه ما چیز نکردیم، اینها مقصر هستند، ما مقصر نیستیم. بعدا شنیدم که دیگه تمام اون پس گرفته شده، یعنی کسانی که اخراج شده بودن اونا دوباره چیز اجازه داده بودن که درس خود را چیز کنه، تکمیل کنه. 1980 بوده که ما اولین سال پری یونیورسیتی را پاس کرده بودیم. بعد یکی از دوستان من آقای نجف حیدر هست که پروفسور در دانشگاه جینیو هست. نجف حیدر، ما 2 نفر دهلی اومدیم که دهلی صبح اومدیم اینور گشتیم. بعد از ظهر چیز بوده، یعنی قطار بوده که ما برگردیم. گفتیم بریم کناٹ پلیس، اونجا هیچ خریداری کنیم، یه پارچه اون چیزها، پیراهن. بعد اونجا رفتیم دیدم یه نفر روزنامه میفروشه، ایران کا اخبار خمینی کے خلاف، یعنی روزنامه ایران علیه خمینی. من از قریب اومدیم، پرسیدیم شما کی هستی؟ گفتن من ایرانی هستم و این رو میفروشیم و دانشجوی علیگرد بوده.
بعد برشون استدلال کردم که شما چرا میفروشی اینجوری؟ گفت که میرن، دوام پیدا نمیکنه. دولتی که روی کار اومده این دوام پیدا نمیکنه. من اون موقع چیز باور نکردم یا اینم چیز نبودم که خیلی دوام پیدا میکنه یا نمیکنه. وقتی که وارد ایران شدم، یعنی 1366 اولین بار من مشاهده کردم جشن انقلاب اسلامی رو. بعد دیدم که مردم به خیابان میان چیز میکنن و بعد مطمئن شدم که این انقلاب دوام میاره. انقلاب اینجوری نیست، ریشش خیلی عمیق هست. بعد الحمدلله چندین سال گذشت، 46 سال الحمدلله این ادامه پیدا خواهد کرد انشاءالله. دوران دانشجویی سالهای بی‌نظیریه. آدم پر از امید و انرژی و انگیزه است. آرمانخواهی و آزادگی از مهمترین ویژگی‌های جنبش‌های دانشجویی است. در اواخر دهه 30 شمسی دانشجویان ایرانی در اروپا اولین تشکیلات دانشجویی به نام کنفدراسیون دانشجویان ایرانی اروپا را در شهر هایدلبرگ آلمان بنیان گذاشتند. این اقدام متأثر از خاطره تلخ کودتای 28 مرداد سال 32 و اختناق پس از آن و نیز جنبش‌های سیاسی و دانشجویی دهه 60 میلادی در اروپا بود. در سال 42 با آشکار شدن گرایش‌های چپ‌گرایانه برخی اعضا، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا تشکیل شد. آنها امام خمینی را به عنوان رهبر برگزیدند. این دانشجویان فعالیت‌های گوناگونی از قبیل ساخت سرود، صدور بیانیه، تظاهرات و تحصن را شکل می‌دادند. در آن سالهای خاطره انگیز و پر التهاب چندین سرود ساخته شد، از جمله همخوانی شعر زیبای کاروان یا گالیا از هوشنگ ابتهاج در مونیخ. اما یکی از تاریخی ترین تجمعات اعتراضی هنگام سفر شاه به آمریکا در 24 آبان 56 صورت گرفت. ماجرا از این قرار بود که همزمان با حضور شاه در محوطه کاخ سفید بین موافقان و مخالفان شاه درگیری ایجاد شد. پلیس آمریکا برای برقراری نظم از گاز اشک‌آور استفاده کرد. بعد وظیفه‌ای تاریخی بر عهده گرفت و گازها را به محل سخنرانی کارتر رساند. اشک خیلی‌ها از جمله خود کارتر، همسرش و شاه بیچاره جاری و خبرساز شد. در سالهای منتهی به پیروزی انقلاب، دانشجویان ایرانی در هند نیز دوشادوش دیگر هممیهنان اعتراضاتی را سامان دادند. این تلاش‌ها به چالش‌هایی با معدود طرفداران پهلوی منجر شد و تا چند ماه پس از پیروزی انقلاب هم ادامه پیدا کرد. خاطرات شیرین مانند عطر یاسهای جانماز مادر بزرگ، مانند نسیم بهاری
مانند یاد پیروزی روح را تراوت می‌بخشند. با مهندس رضا حسین قرار مصاحبه گذاشتیم تا از فوتبالیست هایی که آقا شمشاد در سال 58 در دانشگاه علیگرد دیده بود اطلاعات بیشتری به دست بیاوریم. آنچه که داریم یک نام خانوادگی و 2 اسم: خبازی، جمشید و مجید. آقای رضا حسین در فریدآباد 30 کیلومتری دهلی و در ایالت هاریانا زندگی می کند. الو، حال شما خوبه؟ آقای رضا شما خوب هستی؟ خانواده خوب هستن؟ بله ما حرکت کردیم. بله تو راه هستیم. اگر تو ترافیک گیر نکنیم به زودی در خانه شما میرسیم انشالله. بعد کیسے جاؤں؟ فلائی بول آگے جا کے. ہاں شکریہ، تھینک یو. السلام علیکم. حال شما خوبه آقا؟ شما خوب هستید؟ ببخشید مزاحم شما شدم. شما بگید که چند نفر ایرانی در تیم فوتبال دانشگاه علیگرد بودن، اسمشون چی بوده؟ محمود خبازی، جمشید ناصری، مجید باسکر اور امیر گولی اور علی جاودانی. تو آپ کہاں؟ شما در چه پستی بازی می‌کردید؟ میں لیفٹ آؤٹ، لیفٹ این، رائٹ آؤٹ. دفاع چپ و راست، ولی در بازی‌های مهم فرصت زیادی پیش نیومد که در فهرست 11 نفر باشم، چرا که بازیکنان ایرانی و دیگرانی که در طراز بین‌المللی بودند اولویت داشتند. کہ 11 میں جو ہے 11 پلیئر میں اس میں ایران کے بہت اچھے انٹرنیشنل فیم کے پلیئر تھے. وہ اسی وقت هنگامی که تیم فوتبال دانشگاه اسلامی علیگرد در مسابقات دانشگاه‌های شمال هند برنده شد، محمود خبازی و مجید بشکر و جمشید نصیری به باشگاه‌های بزرگ دعوت شدند. شما در این دوران ارتباطی با آنها داشتی؟ خیر، طی این سالها با برخی بازیکنان هندی ارتباطم حفظ شده، ولی متاسفانه با اون چند بازیکن ایرانی هیچ ارتباطی نداشتم. 2 دوست قدیمی بعد از سالها فرصتی یافتند تا کامشان را با خاطرات فوتبالی و غیر فوتبالی عهد شباب شیرین کنند. یکی از خاطرات جالب ایشان پیشبینی‌های طرفداران سلطنت از دوام جمهوری اسلامی بود. عده‌ای در علیگرد، دانشگاه علیگرد هم بودن که عقیده داشتن، میگفتن که این انقلاب اسلامی ایران بیشتر دوام نمیاره و چند روز بعد این تمام میشه. اما با گذشت 46 سال این انقلاب الحمدلله بابرجا هست، خیلی محکم شده. و نظر شما چی هست؟ انقلاب جو اسٹارٹنگ میں جو یہ شروع میں لوگوں نے یہ سوچا کہ امریکہ انفلوئنس ہے. وقتی انقلاب شروع شد مردم فکر می‌کردند با پشتیبانی امریکا از شاه اجازه پیروزی به انقلاب داده نمیشه، اما قدرت مردم امریکا رو تسلیم کرد و شاه مجبور به فرار شد. عوام کی جو موومنٹ تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ اس کو جو ہے امریکا کو بھی. خب مشخص شد 5 ایرانی در سالهای 57 و 58 در کنار تحصیل عضو فعال تیم فوتبال دانشگاه اسلامی علیگرد بودند و تونستند تیمشون رو به قهرمانی مسابقات دانشگاه‌های شمال هندوستان برسونند. جمشید نصیری، مجید بشکر، محمود خبازی، علی جاودانی و امیر گلی که باشگاه‌های بزرگ هند به جمشید، مجید و محمود متمایل شدند و با اونها قرارداد بستند. باشگاه‌های محمدان اسپورتینگ، بنگال شرقی و موهان باگان. هرچند مهندس رضا پاسخ همه سوالات ما را نمیدانست، اما دست کم
اسم کامل هموطنان عزیزمان مشخص شد و با دست پر جستجو را ادامه می‌دهیم. من اسم 3 تن از بازیکنان فوتبال ایرانی که در دانشگاه اسلامی علیگڑھ بازی میکردن، من اسم کاملشون نمیدونستم. وقتی که با رضا حسین صحبت کردم، جمشید نصیری، مجید بشکار و محمود خبازی، این 3 اسم خیلی معروف بود. من میخواستم بیشتر اطلاعات کسب کنم. بعد اومدم تو اینترنت تلاش کردم و دیدم که اینها خیلی معروف بودن و وقتی بعد من خوندم که وقتی که اینها در دانشگاه درس میخوندن، در اون زمان مسابقات دانشگاهی شمالی هند شرکت کردن و نقش بسزایی ایفا کردن. وقتی که ایشون معروف شدن، باشگاه‌های بنگال غربی که مرکز فوتبال هنوز هست محسوب میشه، تیم ایست بنگال، این 3 نفر را گرفته برای مسابقات لیگ. ماجد اینقدر معروف بود که بادشاه گفته میشد، لقبش بادشاه بود. میگه بادشاه داره میاد. 25 سال بعد آقای ماجد اومده به بنگال غربی. آقای ماجد چیز میکرد که تو شب وارد فرودگاه کلکته شده و نمیدونست که اینجا کسی او را میشناسه. می نویسن که وقتی که من بیرون اومدم دیدم هزاران نفر اونجا تو شب، نصف شب اونجا جمع شده بودن و لباس همون باشگاه را پوشیدن که ایشون بازی میکردن از طرف اون باشگاه تیم فوتبال. بعد گفته که من اینقدر با شعار میدادن باشگاه بادشاه زنده باد، بادشاه زنده باد، بادشاه زنده باد. گفت که من اینقدر چیز شدم که اشک رو یعنی نمیتونستم اشک رو نگه بدارم. آقای جمشید نصیری هنوز در هند هستن و ایشون مربی تیم فوتبال هستن و فعالیت دارن در بنگال غربی. Stadium, New Delhi, for the Durand football final between the Giants East Bengal in light and Mohun Bagan in dark shirts. برای کسانی که در دهه 1980 با تماشای فوتبال هند بزرگ شده اند، 2 نام در خاطراتشان حک شده است: جمشید نصیری و مجید بشکر. این عبارات ترجمه مطلع مقاله‌ای از پایگاه اینترنتی رفلکتیو ایندین است. این 2 ایرانی پدیده‌های فوتبال هندوستان در دهه 80 میلادی و مورد علاقه شدید مردم بودند. مجید بشکر در نیمه اول دهه 80 میلادی با خلق لحظات جادویی توانست بیش از 100 گل برای تیم محمدان و بنگال شرقی وارد دروازه کند. او ساکن ایران است و آخرین نوبت سال 1398 به دعوت باشگاه محمدان اسپورتینگ به هند آمد و با استقبال مهربانانه و چشمگیر هواداران مواجه شد. اما جمشید نصیری، مهاجمی بلندقد که با مجید بشکر زوجی طلایی را تشکیل می‌دادند و هیچ سد دفاعی یارای مقابل با آنها را نداشت. او همکنون ساکن کلکته است و به حمدالله در سن 66 سالگی سرحال و با نشاط به استعدادیابی و مربیگری اشتغال دارد. The institution for celebrating this 100 years and giving me opportunity to be here on this auspicious day. Thank you so much to everybody here. پسر نوجوانش کیان دوست دارد مانند پدر بازیکن حرفه‌ای فوتبال شود و برای ارتقای این رشته ورزشی در هند بکوشد. روابط فرهنگی ایران و هند خیلی قدیمی هست و خیلی عرفا، شاعرا، ادبا اینها از ایران اومدن به هند اومدن و خیلی استقبال گرم شدن و کارهای بسیار مهم انجام دادن و این موجب شد که روابط فرهنگی و تمدنی 2 کشور توسعه یابد و تحکیم شود. و این اولین بار من میبینم که یک فوتبالیست
بازیکن فوتبال هم در هند اومده و اینقدر شهرت یافته، اینقدر شهرت پیدا کرده. از دوره هخامنشیان تا کنون همیشه هندیان پذیرای پارسیان بودند. ایرانیان زیادی نیز با کمال تواضع و اشتیاق تمام داشته‌های علمی، فرهنگی، مهارتی و ادبی خود را در اختیار این سرزمین گذاشته و برای پیشرفت و تعالی آن کوشیدند. تلاش ما برای یافتن محمود خبازی، علی جاودانی و امیر گلی به نتیجه نرسید، اما امیدواریم با پخش این مستند اطلاعات جدیدی به ما برسد